میریم سراغ فایل منیجر. اینجا میبینید گزینه اومدن این و به صورت ردیف کال تو ستون اومدن این ور. مثلا شما اگه از هر برنامه چه میدونم گوگل شرایط چیزی دانلود کردید، از هر برنامه فایلی دانلود کردین، اینجا میاد بهتون نشون میده. ببینید شما مثلا تو قسمت ویدیوز که برید، اگه ویدیوهای چیزی دانلود کردید تو این بخش میاد. ایمیج عکسی چیزی دانلود کردید تو بخش ایمیج میاد. آهنگ چیزی دانلود کردید تو بخش اودیو فایل هستش. اگه برنامه چیزی دانلود کردید میره تو قسمت دانلود.